کسی را که مال دارد دانین که عطا کننده همون مال منم. من ویا مالدار کردم. کسی را میبینین که مال داشت و مال ای دستش رفت، الان میگه بدانین که همون از دستش من گرفتم. خدا میگه وقتی دیدین یک آدم که بسیار احترام داره، بسیار عزت داره، بسیار مردم دوستش میداره، بدانین که همون احترام و عزت من دادمش. خدا میبینه میگه یک کسی آبرو داشت، قدر داشت، قیمت داشت، لیکن همش ای دستش رفت، خار شد، بینام و نشان شد، شرمنده شد. بدانین که او را من کردم. بیادی کل خیر. الان میگه همش در دستی منه. من بر همه چیز قادرم. انا آدمی که اگر صاحب مال شد باید استاده و فکر کنه، بگه دیروز